آیا شما امکانی به حج رفتن دارید؟ نه. مثلا برای چی نمیره شرایطتون یا آیا میخواید به حج رفتن؟ میخوایم شرایط نیست. چند سال باید کار کنید که بعد پول حج جمع کردن میتوانید؟ نمیدونم. مثلا 60,000 تومان در چند سال جمع کرده میتوانید؟ نمیتونیم تو آخری عمره. تو آخری عمره نمیتونیم. ولی حج ها ولی دختر چومش شو میتیم بچه ما زن میتیم با که بایی اویلی که ما 10,000 میگیرم 10,000 میگیرم انا پاگشنی میسپرم خرزوم میتیم و قایش نمیمونه با جمع کردن نمیمونه خیلی خدا را شکر همین بچه ها بدیان که الحمدلله خدا را شکر کار کرده سن یگان سمروی میکنه خیلی ما اویلی که جمع کردن میتونم خیلی هستن آدمایی که اویلی که ممکن که جمع کرده بتونن. ببین نرخ حج یعنی 56,000 تومان 800 قریب 57,000 تومان آیا برای مردم دسترس هست یا نیست؟ خیلی هستن آدمایی که دورن میرن یا خیلیش دوباره شید میره خیلی زور ما به 60,000 نرسه 15,000 قطع میره نصیب باشه. به حج رفتن جزلانم نیست. چرا؟ نینترس نه. البته این سوال پرسیدین من نادرست است ولی شما مادرتان فرستادید اما من آرزو داشت بچه‌م من به حج روان کن آرزوی من همین گفت من گفتم بله من قبول کردم روان کردم آرزوی من نیست انشاءالله. خب چند سال باید کار کنید که همون پول حج جمع کردن میتوانید؟ ای بذارید ممکن 4 سال 5 سال ممکن. چه کار هستید؟ بیکار. بس از کجا میابید مبلغ حج؟ تو روسیه میره مهنت چی مهاجرتی میریم کار میکنیم میابیم. من فکر میکنم که در آینده بعدی ختم کردن کسب خود میتونم با کاری ساز در آمده با معاش خود را جمع کرده اول مادر خود را و بعداً خود را به آنجا روان کنم. حج فرض الهیه 5 رکن اسلام یک تاش همه حجه وقتی که قدرت و توانایی داری باید رفتن در کره وقتی که همون روزی که تو قدرت و توانایی رفتن داری در گردن تو الکی فرض است چرا که نماز میخونی هم خیر باید فرض است خیر در برابر این وقتی که عبادی میشد و صدقه حساب میشد این روح صدقه جدا است روح حج جدا است. همین نرخ حج من نمیدونم من اینترس ولی حج را ندارم نرخش هم نمیدونم.